خب در قسمت وال ها چند قسم وال داریم؟ یک وال، این قسمت دومش هست. بله این قسمت سومش هست. خب از 3 قسم میشه زیادتر نمیشه. اینا رو میخوام ببینیم. در قسمت پریشر ریدیوسینگ وال است PRV، پریشر استندینگ وال است، پریشر بریکینگ وال است، فلو کنترل وال است، توتال نمیفهم کنترل وال نه یک نام دیگه داره و این هم گلوبال پریشر وال است که یاره یک کتاب منظم وال ها رو تشریح کرده و گفته که در کدام مواقع و در کدام قسمت ها ما اینا رو استفاده میکنیم. خب این دانشان ما و شما این 3 دانه اوله که تقریبا با هم مشابه سیاره یک ستینگشه امروز شما صحبت میکنه، بعد از اون سر موضوعات اگه وقت ماند 3 دانه دیگه صحبت میکنیم. ببینیم در این قسمت موضوعاتی که اینجا زیاد باید مد نظر گرفته شود. یکی پریشره که در این قسمت ما و شما دورت نوعیتش به اساس پریشر تعیین میکنه. خب این قسمت های بالا هیچ کدام گپ خاص نداره، والاتش هم اکتیو میگیریم. و در این قسمت تایپ یکی به اساس هایدرولیک گرید، یکی به اساس پریشر. این کدام نوع وال بوده؟ PRV پریشر ریدیوسینگ وال است. اگر ما شبکه به اساس قدرت پمپ دیزاین میشد، ما و شما مجبوریم که چی رو در نظر بگیریم؟ پریشر رو در نظر بگیریم. صحیح؟ تو به اساس چی؟ پریشر سیتینگ اینیشیال یا فشار که ما و شما ضرورت داریم یا در حقیقت نظر به فشاری که دیزاین شده به اساس چیست؟ PSI است. و اگر سیستم به اساس گراویتی باشه اتوماتیک چی میشه؟ به اساس طول یا فوت اینجا تغییر میکنه. چی معنا میده؟ ما و شما این پریشر اول در قسمت انتخاب میکنیم و در قسمت اگر نوشته کنین مثلا 50 PSI یا پوند سکوئر اینچ، صحیح؟ یا پوند فی اینچ مربع ما معرفی کردیم. در حقیقت از مجموع فشاری که در داخل جنکشن ها یا در داخل پایپ ها وجود داره 50 PSI باید چی شود؟ کم شود. 50 PSI باید کم شود چون پریشر ریدیوسینگ وال است، یعنی خود فشاری که در وال ها وجود داره یا فشاری که در اون سیستم وجود داره چی میکنه؟ او کم میکنه. نظر به کدام قیمتی که ما اینجا برش معرفی میکنیم 50 40 10 هر چقدر معرفی کنیم هر چقدر اضافه کنیم اون کم میکنه. آفرین. و اگر ما شما به اساس هایدرولیک گرید در نظر گرفتیم چند فوت امکان داره که محاسبه شده 500 فوت آب رو میتونه بالا انتقال بکنه، ما میگیم نه 200 فوت از این کم کن، 300 فوت کفایت میکنه. یا اینکه اگر 500 بازم زیاد میگیم 300 فوتش کم کنه که 200 فوت کفایت میکنه. این مقدار به شکل شما میتونیم اینجا معرفی کنیم. یکی اینیشیال سیتینگ بود. در قسمت کنترل خب ما شما نمیتونیم که یک سیستم بالا داشته باشه که موضوعات کنترل زیرا موضوع معرفی کنیم منظم. باز در قسمت فیزیکال الیویشن است، اینستالیشن یار است، زون است که یا الیویشن عبارت از کدام الیویشن است؟ در قسمتی که ما شما نصب میکنه معمولا وال ها در کجا نصب میشن؟ در زیر یعنی چسبیده با خود نه امکان داره سطح زمین الیویشنش باشه 1100 یا 1125 مگر ما 1125 برش معرفی نمیکنیم، منفی او دیپ میکنه منفی 80 سانتی 1 متر یا 1 متر که ما پایپ از زیر تیر کنیم منفی اونو مقدار میکنیم الیویشن زیر نوشته میکنیم. و بعد در قسمت دیامتر اگر همین واله مستقیم با خود پایپ به موقعیتی که میخوای وصل بکنیم دیتا خود نمیگیره، حداقل الیویشن خود نمیگیره، الیویشن پایپ نه الیویشن ما باید معرفی کنیم میگیره. الیویشن ما وقتی که معرفی کنیم سه حتی میتونه بدون الیویشن هم رن میکنه چون به پایپ چسبیده است به اساس مارتین استینگ رو میپذیره. مگر اگر ما معرفی کنیم یک اندازه چی میشه در قسمت دیتایی که رن میشه ریپورت میگیریم یک ریپورت تکمیل به ما شما میدم. در ریپورت تکمیل هیچ اگر نمیتونیم بدون الیویشن چون به اساس مارتین استینگ رو قبول میکنم. و بعد از دیامتر عبارت از کدام دیامتر است؟ دیامتر خود پایپ عبارت از دیامتر وال است. و در قسمت والو کافیشنت تایپ است که در قسمت ما شما به شکل یکی به شکل دیسچارج است که میتونیم هم قیمت برش گرفته. فقط میگیم که اینم قدر مقدار آب باید از چی شود بیرون شود. صحیح دیسچارج کافیشنت فول به شکل فولی اوپن باشه.
که یعنی مکمل اون دهنش پر و چی باشه، بعد از او جریان پیدا کنه. فقط اون مقدار ما شما میتونیم در این قسمت چی کنیم؟ کیوبیک فوت، صحیح؟ یا بر اساس شکل فوت مکعب یا ما شما مکمل دهنه را حجمی میتونیم محاسبه کنیم که مقدار آبی که از خود وال بیرون میشه مقدارش در این قسمت میتونیم معرفی کنیم. و یا اینکه ما شما از حالت چی در نظر میرولاس. میرولاس در این قسمت چند موضوع گفتم. خب میرولاس در این قسمت ما شما ترو گرفتیم و بعد از میرولاس کافیشن که در این قسمت ما شما ایدیت میکنیم. وقتی در این قسمت آمده میتونیم که از اینجا خب در این قسمت میرولاس در این قسمت ما شما از وال که نصب کردیم به این شکل درجه دار است، صحیح؟ چون اینا هر کدام زایات داره. ببینیم در این قسمت ما شما زایات که خود میرولاس کافیشن داره، یعنی اینقدر است. 30 درجهش 0.1 است، 60 درجه 0.35 است، 90 درجهش به این شکل است. هر کدام یک قیمت زایات داره است، یعنی قیمتی که اتومات کم میکنه. ویایی که به شکل چیک وال است، یعنی چیک وال است یا انگل وال اوپن است، ویایی که چیک وال به این شکل است. هر نوع یا هر تایپی که بود ما شما اتومات چه میکنیم؟ از یا انتخاب میکنیم. اگر تایپش بفهمیم و یا که تایپش از نوعیتش با خبر باشیم، خب مثلا گیت وال اوپن معمولا به شکل گیت وال اوپن است. ما که استفاده میکنیم یک گیت وال است و او هم همیشه چیز اوپن است. میتونیم که این رو انتخاب کنیم و یا که اگر نصفی به شکل نیمه باز باشه باز از هالف اوپن در نظر میگیریم و اگری که بسیار کم یعنی 75% باز باشه باز به شکل کوارتر اوپن میگیریم. و یا که اگر فرق داشته باشه هر نوع باشه از این قسمت میتونیم خب این رو در اینجا در نظر میگیریم. این چی میکنیم؟ سلیکت میکنیم. وقتی که سلیکت کردیم این اتومات نمو لاس در این قسمت گفت و ما شما باز میتونیم که چی کنیم؟ اتومات در این قسمت یک قیمت هم برش بدیم 0.2 یا 0.3 میتونیم برش یک ولیو زایات ما برش معرفی کنیم. و یا که قانونی یا شکل بهتر اینه که ما شما از نوعیتی که خود وال وجود داره ما از نوعیت استفاده کنیم و قیمت از را سلیکت کنیم در این قسمت بیان. صحیح شد؟ و پترن هم به شکل اتومات یا به شکل دوامدار چی باشه؟ از اون ما شما استفاده کنیم. یعنی به شکل 24 ساعت میتونیم از وال استفاده کنیم. والف تایپ در این قسمت گلوبال که اینجا چند موضوع است. گلوبال یعنی وال هایی که به شکل معمولی در هر جا دسترسی ما به پیدا کرده میتونیم. هر نوع تایپ که یک تا ببینید که یک موضوع هست که چوکی رو نه هر شرکت تولید میکنه. یک شرکت یک تاپیک زد انحصاری به اون چوکی مربوط به اون میشن. در این قسمت مثلا یعنی شکل بال است خود باترفلوست و سیرکل گیت است یا هر کدامش کمپانی هست که میتونیم موضوع استفاده کنیم یا که از تایپ یا از نوعیت گلوبال استفاده کنیم. نظر بی که در ریکوایرمنت خود پروژه اگر از گلوبال بود معمولا شکل گلوبال است. شما میتونید از گلوبال اگر تایپ های دیگه بود باز میشه که از تایپ های دیگه انتخاب کنید. فقط همون جنسیت مواد اینجا من شما مشخص دیگه کدام گپ خاص ندارم. خب در قسمت وال دیورینگ ترانسمیشن در این قسمت فالس است میشه ایره چی کنیم؟ ترو کنیم. در این قسمت مقدار آبی که داخل میشه و مقدار آبی که بیرون میشه به اساس فیصدی ما شما در این قسمت نوشته میکنیم و باید کدام مقدار از این کم شود مقدار داخلی مثلا 100% در نظر میگیریم صحیح و مقدار قیمتی که بیرون میشه باید منفی یعنی میره به فیصدی تبدیل میکنیم. هر چقدر که شد ما شما این منفی رو میکنیم. مثلا امکان داره که نه این فکر کنیم انجینیر صاحب مقدار مکمل آب که بیرون میشه مثلا هستن 10,000 لیتر صحیح به 10 است. این 10,000 عبارت از چند تا 100% است. صحیح 10,000% است. این زایات که اینجا تشکیل داره در حقیقت او 0.39 چقدر است؟ 0.39 این عبارت از زایات چیست؟ این زایات مکمل در یک روز است. در یک روز هر قدر زایات ایجاد میکنه بسیار یک فیصدی کم میشه که ما شما مثلا از مکمل مقدار جریان که در یک روز از وال میگذرن ما این مقدار چی کنیم؟ از او کم کنیم. باز میتونه به شکل
حتی در اکثریت جایش بخیر در نظر نمیگیرن، 100% داخل میشه 100% بیرون میشه. و اگر یک جای بسیار چی میکنه 0.001 یا مثلا 99.201 یا 209 مثلا میتونید به شکل وضوح بگیرید که معمولا در اکثریت جا با مقداری که آب داخل میشه پس اون مقدار آب وضوح ما شما پس ببینیم در این قسمت گفته فیصدی صحیح که امکان فیصدی که به اساس مقدار آب که در داخل دهنش صحیح داخل دهنش H2 یعنی فوت H2 که چقدر ارتفاع از او پس بیرون میشه صحیح شد این بیشتر با سمبل آب است یعنی میگه چقدر از این منبع H2 یا آب بیرون میشه. در اکثر جا واتر یا مثلا آب مشخص نمیکنه H2 نوشته میکنه، حتی در بعض عموما در قسمت ضایعات موضوع H2 رو یادآور میشم. و اگر شما این را هیچ بخی در نظر نگیریم چه کنیم؟ فالس هیچ نمیخوای بگیم اتومات مقدار آب که داخل میشه و بیرون میشه هیچ این را در نظر نمیگیریم. شاید یک گام پروژه خود چی بخواه سایت پروژه بازی نمیره هم خوب گفت است باز میشه که از استفاده میکنه. و در قسمت اپریتینگ رول است که ما شما میتونیم که در قسمت ما شما ایدیت کنیم صحیح که امور رول یا در حقیقت قاعده‌ای که ما شما از استفاده میکنیم یا در وال ما میتونیم که روزانه او رو یک ساعت یا 5 ساعت یا 4 ساعت چی کنیم او رو بسته کنیم. باز میشه که یک برش یک چی کنیم یک قاعده یا یک پترن برش معرفی کنیم. تو باز هم ما شما میتونیم اون قاعده رو از طریق چی باز برش معرفی کنیم؟ از طریق پایپا میتونیم معرفی کنیم. قاعده معرفی میشه در قسمت خود رول یا در قسمت مو فلکس پترن معرفی میشه. باز میشه که ما شما از طریق پایپ باز رو برای معرفی کنیم. در هر پایپی که این وال نصب بود باز ما میشه که از طریق بو معرفی کنیم. و بعد از در قسمت واتر کوالیتی است که اینو گپای که در پایپ و جنکشن بود. خب ببینیم فرق اینی با قسمت پرشر استندینگ وال یعنی فشار بر ما شما چی میکنه؟ یک حالت توقف میگذاره یا حالتی که او را آن هولد نگه میداره یعنی به شکلی که نمیمونه تحمل میکنه او باره. پرشر استندینگ وال یعنی استندینگ یعنی او را در یک حالت مثلا فکر کنیم که ما سر اینی مارکر فشار وارد میکنیم این چی میکنه؟ تحمل میکنه. اینی در حقیقت فشارهایی که در بعضی از قسمت‌ها ما میخوایم که چی شود او را مکمل فشار در یک مقطع زمان ما نمیخوایم استفاده کنیم او یک قسمت او را توقف میدیم میگیم به شکل باشه که در داخل خود پایپ‌ها فشار وجود داشته باشه. فشار شکن تقریبا همون کار فشار شکن میکنن. در این قسمت ما شما اینجا باز یک موضوع است که ما شما یک داون استریم و اپ استریم میتونید برش معرفی کنیم. مثلا در این قسمت اگر یک پایپ اینه فکر کنیم که از این آماده به اینجا و از اینجا بیرون شده صحیح و وقتی که را ما شما ستین کنیم ما از این قسمت مشخص میکنیم صحیح داون استریم پایپ یعنی پایپی که از این بیرون شده در قسمت پایینش هست میشه که ما این رو برعکس هم کنیم. پایپ 6 پایپی که در این قسمت وجود داره میتونیم این رو معرفی کنیم یعنی گویا که آب از این طرف آمده وال از این طرف آب داخل میشه از این طرف بیرون میکنن. اگر ما شما این رو برعکس کنیم پس حالت نرمالش باشه ببینید این وال تغییر میکنه. باشه میگه وال زوم کنیم یعنی این وال نه اینی قسمتش ببینیم با کدام جهت است این در قسمت بالاست یعنی آب از اینجا میاد اینجا این پر است نه به این طرف و اگر رو برعکس کنم یا قسمت خواهم بشه ببینید این از طرف آب میاد و داخل میشه که یکی نوعی چیز جریانش جهت جریانش مشخص میکنه از این قسمت یعنی می تفاوت در قسمت دارم. و بعد از نارتینگ استینگش هم حالت است حالت اکتیو بودنش هم فعال است و اینیشال استاتش حالتش اکتیو است و تایپش هم پرشر است یا بر اساس هایدرولیک که ما شما اردوش هم موضوع رو میتونیم برش معرفی کنیم. و بعد اینجا یک پوینتر میایم تقریبا تمام گپ‌های یک گپ داره فقط در قسمت اپریتینگ رول ما شما یک میتونیم رول برش معرفی کنیم دیگه کدوم گپ خاص ندارن. اینمو الیویشن است انستالیشن یر زون دیامتر وال کافیشن تایپ است که در این قسمت ما شما
اینجا یکی به شکل دیسچارج هست، یکی به شکل میرور از که نمو موضوع رو داشت و باز بعد از ما شما میتونیم از اینجا چی کنیم بعدش انتخاب کنیم که نمی رقم نو وال، فقط نوعیت وال امکان داره فرق داشته باشه. باز ما شما میشه که از این چی کنیم میره سلیکت کنیم به میشه و بعد از اون واتر کوالیتی هم خوب واتر کوالیتی است. حتی داونستر رو یکی قبلی هم داشت. قبلی داشت نه؟ بله. حالا متوجه نشدم این چی درسته. بالا. آفرین داشت. و این خو خیر والهایی که در ورژن 5.7 است این دیگر هیچ فرق نداره. او از ابتدا تا انتها مکمل یک رقم است. خو هم طبیعی هم سی نوعیت اولش تقریبا چیزی که مکمل مشابه است بازو سی نوع دیگه یک اندازه تفاوت داره. و هم داون استریم خود دارم و استاتوس آلتش است و سیتینگ تایپ است و پریشر سیتینگ است و کنترل است و الیویشن و والها تمام این پس یونوز یک موضوع کم داره در قسمت مکرف کرب وجود نداره نه؟ استاد نگاهی سیتینگز که کلش یک رقم شاید از نگاه خاصیت‌های فرق میکنه. این وقتی به مو خاطرم ببینین ما شما یگانه خاصیتش در قسمت میرور لاس است. یکی امکان داره در یک شبکه بیش از 50-60 تا وال نصب شود. زمان که والا نصب میشه یا کاهش میده، جریان کاهش میده، فشار کاهش میده. به اون خاطر ما باید هر کدامش میرور لاس یا مو ضریب کم کننده یا بازور به اون معرفی کنیم دقیق. و فرقش یکی از فرقای بودش یعنی می قسمت است. او دیگه که مثلا دیامتر و وال و مثلا پریشر این موضوعاتی که میخوای او خوب بر علاوه و در قسمتی که ما شما میخوایم که مقدار برش مشخص کنیم او رو همچنین باید معرفی کنیم. در قسمت مقدار چی؟ زایات. و بعد از او در قسمت فلو کنترل وال این رو ما شما در این قسمت کلیک میکنیم. اینجا ببینیم ایم در قسمت صحیح است، ایم حالتش است، اینجا هم حالتش که اکتیو است. ببینیم در قسمت استیج اونجا یک پریشر بود و یک هایدرولیک بود. این مگه اون پریشر و هایدرولیک نداره، فقط چی گفته؟ اکتیو گفته و کلوز گفته. این اکتیو یکی اکتیو که فعال است و کلوز است و این اکتیو در حقیقت میتونیم ما و شما برش محدوده مشخص کنیم در این در اوقات مختلف از استفاده کنیم. باز در حالت این اکتیو میتونیم که استاد FCB فلوزد وال میشه چی میشه؟ جان فلو چی میشه؟ FCB مخفف چیه؟ FCB که هست ایده یا فلو کنترل وال یعنی جریان کنترل میکنه. مقدار جریان کنترل میکنه. و در قسمت فلو سیتینگ گلند پر مینیت یعنی ما و شما در حقیقت در این قسمت چقدر آب میخوایم که خارج کنیم و اساس گلند پر مینیت میکنیم لیتر پر سکند هم معرفی کنیم. مثلا 2 گلند پر مینیت است. و بعد از در قسمت الیویشن است اینستالیشن ایر زون دیامتر وال اسپسیفای لوکال میرور لاس است و در قسمت خود قیمت میرور لاس میتونیم از این قسمت ما برش معرفی کنیم. و بعد از اینکه در قسمت پترن وال است و وال تایپ است. در قسمت اپریتینگ چیست رول است که در کدام مواقع ما میتونیم از استفاده کنیم. بعد از قسمت واتر کوالیتی است که در این قسمت ما شما کدام موضوعی مهم داشتیم فقط مقدار جریان که از بیرون میشه یا مقدار جریان که باید بیرون شود ما شما چی کردیم برای معرفی کردیم. فقط هم قدر داشتیم کل جریان رو باید بگیم مکمل جریان که از اینجا باید بیرون میشه. نه منظور اینه از این پایپ 1000 لیتر باید معرفی کنیم. همین 1000 بنویسیم 1000 باید کنترل کنیم. باید این مقدار مکمل بر ما شما کنترل کنم. خسته نشدید. اینی او دو نوال باز روز بعدی کار می‌کنه. که او والها اول مو چپتر باز بعد از